هموطنان عزیز، بینندگان گرامی سلام. برنامه این هفته پیک شادی رو با این امید و آرزو آغاز میکنیم که بتونیم شادی رو به دلها و خنده را به لبهای شما عزیزان بیاریم. ببخشید که یادم رفت خودم رو معرفی کنم. من آقای مجری پیک شادی هستم، منتها در سایز و بسته‌بندی های کوچولوتر. بریم ببینیم این هفته خبر تو خبر برای ما چی داره. خبر تو خبر، خبر داره براتون. این هفته خبر تو خبر داره براتون. از عضوای بر ترکیب زشت که زهر خورده، مردم دارن تو دهنش فلفل میریزن. گریهش در اومده، هی دم کوسه رو میکشه. کوسه میگه من میخوام شاه بشم، برم به اوباما تلفن بزنم. خامنه ای هم از لجش تلفن قطع میکنه. در انتها توجه شما رو جلب میکنم به یک کودک هموطن. ما رو نگاه کن، زیر کفشای همه دوتا لنگاش رو هوا تو مایه زیر خمه. هی میگه میرم میجنگم با یه لشکر یه تنه، خودشم خوب میدونه اینا همش دود و دمه. والا دوده والا دمه، شریعت مداریه. با سلام، دکتر بزن بهادر، متخصص بحث‌های استراتژیکی هستم. کسی که رو کورنر خودش بلند میشه هد میزنه، کسی که بار میلگر را با یک تریلی 18 چرخ دنده عقب از سربالایی میبره بالا. تو بیا سویچ رو تحویل بگیر. روشن شدی یا بزنم روشن چی؟ مرحوم ابوی همیشه میفرموندن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرموندن یارو ماشنگه گفت یه بار برای همیشه بدبختی و بوسیدم گذاشتمش کنار، اما از اون روز همیشه بدبختی میاد میگه یه بوس بهم بده. حکایت مقام عظماست. این روزا مصیبت و بدبختی رو سرش آوار شده، به ذات زیاد. شوق دیدار. با چه کتاب قشنگی، اصلا من این را نمیبینم. با چه اتفاقیه. یه دومین چه اتفاقی من این دوربین رو دیدم. با سمر کن. بشیر آقا میخوان تشریف بیارم؟ بله میخوان تشریف بیارم. ای وای خدا، احساساتی شد. از این من میخوان تشریف بیارم، از این من میخوان تشریف بیارم. و هنوز مردادا شک دارن. میرسیم به 12 ثانیه با ایمیل ها. یک ایمیل داریم از آقای میم فرشی که نوشتن با همه بله، با ما هم بله. بله آقای گیانوری. سلام، من خرمرضا گیانوری هستم، خوش‌تیپ‌ترین خبرنگار عالم. گزارش امروز ما در رابطه با ضرورت گشت ارشاد به ویژه در آیام نوروز هست. خانم ببخشید، نظر شما در رابطه با ضرورت گشت ارشاد چیه؟ شب جمهوری احکام
نداره بله. امشب میخوام اشتتون رو اندازه 20 لیتری گریه کنیم. امیدوارم که این مینی پیک شادی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. عید همه مبارک. دنب ولی و قیس چارک. لطفاً ایدی هاتون رو به آدرس فیسبوک ما ارسال کنید. خدا نگهدار. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی رو نگاه کن، صدا صدای زنگ در شادی رو با کن. اگه اهل خنده هستی ای که شادی رو نگاه کن، شما هستی رد کن همه جا همه تو قلبا قاصد صفام همیشه با تو هیچ دلی موندنی با غم نمیشه. پیک شادی